سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه و هر جای دنیا که هستید اوضاع بر وفق مرادتون باشه. من امروز میخوام برم، اول راستش که میخوام برم موهامو درست کنم، یکم خوشگل کنم. بعد میخوام برم شهر لوازم خانگی. راستش پارسال اومده بودم یه خورده وسیله خریده بودم، یه مقدارش رو کش داده بودم، یه مقدارش رو چک. بعد 2 تا این چک ها نمیدونم گیر کرده، با وجود این که پولم تو حساب بوده ولی نمیدونم چرا. حالا میخوام برم هم یه دونه باند بگیرم، یه اسپیکر گنده بخرم و هم ببینم تکلیف این چک ها چیه، چجوریه. اول میرم آرایشگاه موهامو صاف و صوف کنم، چون بعدش هم کلاس دارم. زشته اینجوری یه خورده عادت کردم دیگه، موهای فرفری و شلخته از بس گفتین بهت نمیاد یکم موهاتو درست کن، منو عادت دادید به موهامو صاف کنم و به خودم برسم. خیلی ممنونم بابت این، با من همراه باشید. سلام، خوبی؟ حالت خوبه؟ قربون شما. وقت دارین لیلا جون؟ خواهش میکنم، بفرمایید. خوش اومدی. خب من موهامو خوشگل کردم، همینجوری دارین میبینین، فرقش رو دارین میبینین، ولی متاسفانه دیگه وقتی موهاتو درست میکنی تو ایران باید یه روسری هم بپوشی و که دیگه خراب بشه موهات. حالا توی آرایشگاه که بودم خانوم رفته بود یه چند تا روسری خوشگل خریده بود، آدرسش رو به من داد. من حالا میرم این روسری ها رو بخرم. گفت اگه نری زود تموم میشه و برای همین من دارم میرم که زود تموم نشه. خب اینم خریدای من. چقدر شد اینو؟ شد 295. بچه خوب شد، بد نشد. دستتون در نکنه. خب اینم از این مدل مینی اسکارف که اسمشو نمیدونم، زیاد جالب نیست، مثل این راهبه ها شدن یا پرستارا، نه خوشم نیومد، درش میارم. خب من رسیدم به اینجا. یادش بخیر پارسال چقدرم واقعا اگه میخواین خرید کنین بیاین خرید کنید، خیلی اخلاق خوب. حالا بهم گیر ندن چرا فیلم میگیرید، ولی همه چیزشون عالی بود. خب من دارم میرم تو قسمت امور مالی. مثل اینکه فیلمم نمیتونم بگیرم، ولی وقتی گفتم از خودم دارم میگیرم دیگه چیزی نگفت. اینقدر بزرگه این فروشگاه، خیلی فروشگاه بزرگه. خب اینم ماشین ظرفشویی صورتیه. من هر جا میرم با من دعوا میکنن. من به خاطر شماها ببین چقدر زحمت میکشم. هیچ کس هم میخره آقا اینو؟ صورتی نه، موجودش تموم شده، فقط نمونه نمایشگاهی شده دیسپلی. یعنی اگه این کارو بخوایم ما همین کارو بکنیم. خیلی ممنون. داشتم به این فکر میکردم من چقدر از پارسال تا الان بزرگتر شدم و چقدر مقاومتم بالا رفته. انقدر که گیر میدن فیلم نگیر چه میدونم فلان اینا، واقعا اگه پارسال بود من میزدم زیر گریه، ولی الان دیگه درک میکنم و فهمیدم که بالاخره هر جا قوانین خودشو داره. ولی واقعا خیلی کار سختیه، هی گیر میدن آخه. بعد یه جای پابلیک چرا باید فیلم نتونی بگیری؟ از اون برم خب آدم نگاه میکنه میبینه یه عالمه وسیله گرون و اینا دارن. بعد منم بودم مثلا ممکن بود بگم آقا فیلم نگیرید چون ممکنه نقشه ای چیزی باشه. الانم من دارم میرم خونه یه نهار بخورم، نهارم ندارم، فکر کنم باید تخم مرغ بخورم، بعدشم بدو و برم کلاس. بدویم بریم دیگه. 300 متر دیگر به راست بروید. تو برا
خوش گفته نتونی. به این گلام آب ندادم، باید بهشون آب بدم، خوش شدن دیگه. یه دونه تخم‌مرغ بیشتر درست نکردم. چه گلی رزق غیره. یه دونه تخم‌مرغ و نون سنگک و سبزی. دهنم هم پره. 5:30 شبه. من کلاسم 6:30 شروع میشه. گفتم زودتر برم، موبایلم هم خرابه، بدم یه کوچولوی نگاه بهش بکنه. چطورین؟ تا میرسم به کلاس چشم تیک زد، دیدین؟ دوباره بزن. عصبی میشیم، اینجوری میشیم، نمیدونم چرا، رو مخمه یه وقتایی تیک میخوره. الانم بعد از یه عالمه خستگی پیاده شدم که تخمه بخرم. ماشینم خراب شده. زنگ زدم امداد خودرو، داره پارک میکنه که بیاد ماشین منو درست کنه. اینم از امروز من. واقعا نمیدونم چرا یهو اینجوری شد. چشه آقا؟ فعلا بازدید کنیم ببینیم ماشین چیه. خیلی ممنونم. دیدین روشن شدین؟ نمیدونم این چرا اینجوری میشه. مرسی. ماشینم انقدر کثیفه، چقدر زشت. دلیلش چی بود آقا؟ شل بودن سرباطی. این شل بوده، به خاطر اینه. یه چیز مسخره، میبینی؟ خدا رو شکر پس باتری سالمه. یکی هست توی دل من. خب اینم از ویدیوهای امروز من. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. شب و روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. خودمون باشه، یه وقت نکنه که پای کسی تو رابطمون باشه. حرف ما همه جا میگن اینا چه به هم